سلام، یه لپتاپ میخوای که هم مقاوم باشه، هم سبک و قابل حمل، هم برای دانشجو و دانش آموز جواب بده، هم برای بورس و بیزینس و کارهای اداری؟ این ویدیو رو تا آخر ببین، چون مدل دل لاتیتیود 5480 ممکنه همون چیزی باشه که دنبالش بودی. این همون لپتاپیه که همیشه دنبالش بودی. دل لاتیتیود 5480 با وزن فقط 1.6 کیلوگرم، سبک، خوش‌دست و راحت برای هر جایی که بخوای ببریش. این مدل با دو نوع پردازنده موجوده، یکیش i5 7300U و یکیش هم i5 8250U. پس هم سرعت بالایی داره و هم مصرف انرژی مناسب. حافظه رم 8 گیگابایتی و هارد SSD سریع 256 گیگی داره، اما مهمتر این که رم و هاردش به راحتی قابل ارتقاست. پس الان بگیر، بعداً هر وقت خواستی قوی ترش میکنی. این لپتاپ نسخه تاچ و گرافیک دار هم داره، پس هم برای کارهای اداری و آفیس عالیه، هم برای طراحی و کارهای گرافیکی سبک. بدنش مقاوم، پورتاش کامله و باتری مناسبی داره، پس خیالت از همه لحاظ راحت باشه. دانشجو هستی؟ راحت باهاش کلاس مجازی یا طراحی پروژه‌ات رو جمع کن. دانش آموزی؟ همه نرم افزارهای مدرسه رو به راحتی روی مدل بالا بیار. بورس و دیجیتال کار میکنی؟ ابزار ترید و رصد بازار همیشه زیر دستت آمده است. و یا دنبال یه لپتاپ مطمئن برای کارهای خونه و روزمره‌ای؟ دل لاتیتیود 5480 کاملا کافی. در مقایسه با مدل‌های همرده خودش مثل HP پروبوک ها یا تینکپد L470، این مدل هم سبک‌تره و هم امکانات کاملتری داره. سبک و مقاوم، ارتقای راحت، پورت کامل. فقط نمایشگرش معمولیه، اما برای این رنج قیمت بی‌رقیبه. اگر دنبال یه لپتاپ اقتصادی با کیفیت هستی که چند سالی برات کار کنه، دل لاتیتیود 5480 یه انتخاب کاملا درسته. کافیه روی لینک زیر کلیک کنی و همین امروز سفارشش بدی.